از وظایف دیگری که فایروال ها برامون انجام میده تکنولوژی است به نام WAF یا وب اپلیکیشن فایروال. ببینیم حالا این WAF چی کار میکنه. همونطور که ما گفتیم که در بخش IPS IDS ما یک سری تمپلیت اتک داریم در خصوص محافظت از وب سرور هامون هم یک سری تمپلیت اتک داریم که ما رو محافظت میکنه در برابر HTML injection، SQL injection و حملات دیتابیسی و وب سروری. اگه میخوایم یک نگاهی به دیزاین دقیق تر شبکه هامون داشته باشیم، این اگه شبکه داخلی من باشه ارتباطش برقرار شده با یه دونه کور فایروال. این کور فایروال میتونه زونهای مختلفی داشته باشه، مثلا میتونه 2 تا 3 تا زون شبکه داخلی با رنج IP های متفاوت داشته باشه، اما قطعاً و حتما یکی از زونهاش زون سرور فارم ماره. زون سرور فارم ما هست، سرور فارم، که این میاد ارتباطش با ایج فایروال ما برقرار میشه و بعدش هم میره داخل اینترنت. روی کور فایروال ما معمولا سنسوره یا تکنولوژی یا قابلیت WAF فعال هستش. یعنی بعد از اینکه یه لایه یا 2 لایه فایروال رو ما رد کردیم، قبل از اینکه ترافیک به وب سرور ما برسه، یه بار داخل کور فایروال ما اون WAF میاد بررسی میکنه، یه بار دیگه میاد چک میکنه ببینه اون ترافیک آیا ویژگی مخربی توش هست یا نه. اگه احساس کرد که ویژگی مخرب داخلش هست، همونجا بسته ما رو دراپ میکنه و نمیذاره چیزی به دست وب سرور ما یا زون سرور فارم ما برسه. کمپانی فورتینت به صورت تخصصی اومده روی این موضوعات کار کرده. اومده برای محصول فایروال کور خودش، ایج خودش، برای WAF خودش، حتی برای میل سرور اومده محصولات مختلفی رو ارائه کرده. اگه ما بیایم داخل کروم و سرچ بکنیم FortiGate پروداکت، می‌بینیم که فورتی سویچ، فورتی گیت، فورتی ای پی، فورتی وب که تمرکزش رو WAF هستش این نوع فایروال، فورتی میل. برای تک تک اینها اومدن محصولاتی رو ارائه کرده که شما طی دوره‌های NSE 4 و 5 و 6 میتونید این دوره ها رو بگذرونید و یاد بگیرید. دوره فورتی وب رو میتونید بگذرونید، دوره فورتی میل رو میتونید بگذرونید. دوره های بسیار کاربردیه. تو دوره فورتی گیت یاد میگیرید چطور اون منیج یا کنسول اصلی مدیریتی فورتی گیت رو که معمولا رو ایج شبکه شما قرار میگیره رو کنترل کنید، نگهداری بکنید. به هر حال کمپانیه که الان یه جورایی قطب اصلی و قدرت اصلی تولید فایروال های جهان، چه در نظر چه لحاظ آموزش، چه لحاظ فروش رو در دست گرفته و خب خیلی هم پیشنهاد میشه که از این کمپانی استفاده بشه تو زیر ساخت شبکه. اما خب خیلی از سازمان ها، چون همین سازمان ها که همیشه بزرگ نیستن، گاهن به همون ایج فایروال بسنده میکنن و خب توی ایران گاهن یا از سوفوس داره استفاده میشه یا از فورتی گیت که محصول شرکت فورتی نت هست، یا از فورتی گیت داره استفاده میشه.
ولی هستن برخی از سازمان ها دیگه خیلی کوچیک‌تر باشن میان سراغ UTM ها، مثلا مثل کریو کنترل، یا خیلی 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 بیشتر سازمان ها اصلا گاهن دیده میشه فایروال ندارن، از روتر بورد های میکروتیک دارن استفاده میکنن که اصلا توصیه نمیشه به هیچ عنوان این نوع زیرساخت شبکه‌ای رو داشتن. ولی معمولا جاهایی که به صورت بک تو بک، معماری بک تو بک، هم کور فایروال داریم هم اج فایروال داریم، دیده میشه که معمولا اون اج فایرواله فورتیگیت. حالا کور فایروال رو یا میذارن سوفوس یا میذارن فورتیگیت که بسته به اون دیزاین، بسته به اون بودجه که اون سازمان داره خودش تعیین میکنه که چه دیوایسی رو تهیه بکنه.